یک سیماجه در 50 چاپ است. با اون مورد نمود از زیر میگره بازی زیر تا کوی و اجاره جایش سای جور کردن. با خدا باز روز شروع کلش گیش نخواه میکنه. کلش گیش نخواه میکنه. چی بکنیم والا؟ چطور کنه کاری است که مردم بسیار غریب بیچاره شده. الف نقط نداره دلم طاقت نداره کاش که بچه میبیدم شیر کوچه میبیدم آره که دختر هستم شادخت خانه هستم حال دیگه شادخت هستی؟ تا میخونی؟ بخون تو الف ندارم دلم ندارم شیر کوچه بدم ترسو خانه هست باشی در پارک شارنه و نو در موجه در سر کار آمده بود وظیفه را گرفته بود دیگه تقریبا 15 عکاس بودیم کلگی را بیرون کرد مجبور شدیم اینجا. قسم فعلا میخوانی رو طراحی بکنن که نمو کابل قدیم واره همین دروازه و شیشه و کلکینی گپاشه چوبی مثل گذشته. این جمع خوبه ایراد باز از زیباتره. بدتر است؟ زیباتره. میگه ازی بدتر است. نه زیباتره. پیسه یک 10 دانه نان را که خودت هر روز پیدا میکنی و را خب مام دادم این مام بچه تست. بخیر باشی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. وطندارای عزیز سلام، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و در هر گوشه و کنار دنیا که هستین کنار فامیلایتان دلتان گرم و لبتان خندان باشه. من شفیع فیضی هستم و بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارش های ما. امروز به یک جای تاریخی آمدیم، به یک جای آمدیم که فکر نکنم کسی با دیدن از این نماد یا با دیدن از این تصویر نفهمه که اینجا کجا است. یکی از جای آمدیم که همیشه وقتی که نام از کابل برده شده، همیشه وقتی که از افغانستان برده شده، تصویرهای از این ساحه و از این مسجد که مسجد شاد شمشیره است حتما به ذهنتان خطور کرده. امروز آمدیم تا چند لحظه از اینجا بر شما یک برنامه داشته باشیم و برای کسایی که گرچه میفهم که همگی بلد هستند و همگی میفهمند که کجاست ولی کسایی که بلد نیستند در جایی که من قرار دارم شاد شمشیره میگنش که در طرف راستم سینمای پامیر است که نامش و شمالش و خنکش نام داره از طرف زمستان و بیروبارش هم دیگه همچنان و دیگه طرف پشت سرم که تصویر میبینین از طرف جویشیر آمده و طرف هم که رفته به طرف دی افغانان که من خواستم امروز از اینجا بر شما یک برنامه داشته باشم و یاد و خاطرات گذشته شما را زنده کنم و همچنان تغییراتی که آمده که بسیار تغییرات خوب و چشمگیر است که در گذشته اگر شما بلد بوده باشین و دیده باشین تصاویر و از اینجا برنامه را دیده باشین اینجا هم یک جایی بود که خرابه و بسیار وضعیتش خوب نبود. به این قسمت بعضی تشنابا را جور کرده بودن که بسیار همی ساعت همون نمودش خراب کرده بود که امروز را مکمل پس کردن و بسیار یک سنگ فرش مقبول شده جای کفترکاست که کفترهای شاد شمشیره شهرت خاص خود داره در این منطقه و یکی از پلانا و یکی از تصمیم‌های خاص دیگه که گرفته شده که همین مسئله دکاناست که فکر میکنم گرچه دقیق معلومات ندارم خب چیزی که ما از زبان مردم شنیدیم که همین دکانایی که یگان چیزای نو بند کرده بودن و لوحه‌های مفشن و گپا قسم فعلا میخوانی رو طراحی بکنن که نمو کابل قدیم واره همین دروازه و شیشه و کلکینی گپاشه چوبی مثل گذشته یک چیز تاریخی واره هم تو منطق نمایشی میخوان که از یک سر همین دکانا را جور کنن که بخیر وقتی که جور شوم حتما از بر شما برنامه می داشته باشیم و شما را در جریان میمونیم. نام خدا بیروبار و جمع جوش خیلی زیاد است. مردم ما از سر ولایت میان اینجا برعکس گرفته. بینم تا پیش میریم حرفا و صحبت‌های وطندارای خدا می داشته باشیم و یکی از خدمتگزارای همین کفترکا که
بر از این کفترها خدمت میکنه و دانه میفروشه. وقتی که وطندارای ما میان و دیدن از این کفترها حتما از اینجا برشان دانه خریداری کرده و مندازن و در ثواب هم شریک میشن و خودشان هم از امو خوردن یا آمدن کبوترها میبینن و لذت میبرن. سلام بیادر. سلام علیکم برادر عزیز، خوب هستین؟ جان جور بخیر. زنده باشین برادر. چی حال داری که کاروبار هستی همینجا؟ تشکر. بله هستیم اینجا برادر. میشه خدا یک معرفی بکنید اول؟ محمد هارون، باشنده کابل. چقدر وقت میشه هارون جان که خودت اینجا هستی؟ مدت 25 سال میشه. 25 سال دیگه. از اون طفولیت فکر میکنم خودت همینجا بودی و به می کفترها خدمت کردی. بله مدت 8 سالگی 7 سالگی اینجا بودم. چقدر تغییرات خودت میبینی؟ ما خود با اون چند دفعه که از اینجا تیر شدیم زیاد تغییرات احساس میکنم. اینجا بسیار یک جای خراب بود و خرابه بود. امروز ما هم بسیار مقبولش کردیم. تشکر. زنده باشین برادر. رئیس جمهور قبلی ما اشرف غنی احمدزی مسجد زیتاکوی جور کرد. ما امی زوخانش و زیارت ترمیم کرد. یک زیتاکوی طرفش به ذخیره خودم این مسجد که زغال امی چوب و سوخت زمستان که میشه برشان جور کردن. مسجد ترمیم کردن و مدت 2 سال در بر گرفت. این فکر میکنم همین مسئله تشنابا و وضوخانه و همین مسئله جای چوب انداختن دیگه پشت بیرون بود نه؟ نه وقت داخل بود خود جایش یک ذره مناسب تر نبود. اینجا یگان غرفه کار مانده بودن. چی بود تو؟ یک غرفه نبود بدر بساب جای وضو کردن بود. تو را پاس کردن بدر در داخل جای جور. در داخل زیتاکوی جورش کردن و یک دفعه دیگه میشه جور کردن که زرد چی رقم بود که او را گفتن نمای مسجد میگره که یک سی مسجد در 50 چاپ است. با اون مورد نمود از این میگره بازی زیتاکوی و اجاره جایش سای جور کردن. همون قسمی که گفتم عزیزا که این مسجد بسیار قدامت خاص خود داره که تا بیادر ما گفت ما فراموش هم کرده بودم که در پول افغانستان هم عکس از این چاپ است. در 50 نیست فکر میگم در کل تنها در 50 چاپ است. خلاص دیگه پیسا نیست. بازار ما پول خشتی که در 600 است. از مسجد دیدگاه در 500 است. از مزار شریف هزاری است. من میگم کلش همون یک چیز بوده. ما هم دقیق نشده میگم اینو وطندار عزیز ما متوجه شده در کلش یک نماد است. من فکرم نشده بود تیش بی باشه. بله در کل ما بکشیم بدر 50 عکس همین مسجد است. جوانی رو هم دیگه اینجا سپری کردیم. بله حالم جوان است. شکر است که خدا از در حالت. چه رقم است قیمت‌های از یاد چندی است مردم میگیره برای می کفترها دیگه میگیرن دیگه جای خود نمیگیرن. بله آبا می کفترها کا میگیره. قیمت مناسب از 10 افغانی 20 افغانی 50 افغانی. این یاش خود جواری است. این شما میفهمم که جواری دیگه مچم که خود چی گرد داره؟ ارزن است، باجره است، گندم است. این دیگه‌اش باز چی است اینش؟ این گندم کوبیده است؟ این گندم خالی است سفید. این رقم خردک معلوم شد فکر کردم که کوبیده است. امروز باز جمع جوش نام خدا زیاد از کاروبارم میشه. در خیر این برادرای ما برشان چندین بار در رسانه ها شکایت کردیم. عکس میگیرین، داره میگیرین، مشکل نیست آزارشان نتی. اینو که نباشه نه با شما میشه نه ما میشه. نمود میشه نیست. بله. چی میکنن آزار میتن؟ زیادتر آزار میتن. یگان تو نیست که یگان کفتر زیر قول بزنن. زدین بدار تبار کنین جنگ کردیم در اون مورد ما اینا تو بار ما گفتیم تو شما به کار آمدی یا با دعوای گفتم اسم عکس میگیره برین الهاشون کنین. اما هر کس باشه سبونی میشه. ما باز ما سلام میکنیم. شما یکی از کسایی هستین که هم خدمت بر از اینا میکنم در حفظ مراقبتش باید شما دست حلال به دست بیاریم. باز میگن که قسمی که ما شنیدیم که کفترها را که از جای بسیار دور هم ببره پس جای خود پیدا میکنه. اما طور از بدر اول کسی که رو ببره بدر گمش میکنه. اولین کارش گمش میکنه. با مشکلات های میبجاندش که اصلا دگیر نمیاد. از خانه کعبه شریف کفتر است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کفتر سر بام دانه انداخت که اینا دانه بخورن. از اول هم قدر زیاد بود ولی حالا زیاد شد. حالا کمتر شده. پیشتران براتون نوشتم که مسجد جور کردم بعد 2 سال طولانی گرفت. در 2 سال یا خانه و بی خانه و بیروز شدن. بعضیش در مندایی می باشه، بعضیش در منزله می باشه، بعضیش در منزله این طرف می باشه. تو از همون خاطر کم شده. من میگم یعنی زیاد شده. از همون مورد کمتر شده گنه کفتر زیادتر بود. ان شاء الله که پس بیان کلشان نمیجه. فکر میکنم من چند دقیقه پیش در ویدیو هم گفتم که تمام دکان‌ها رو دستکاری میکنن و به شکل قدیمی و سابقه جور میکنن. واقعیت است دیگه؟ بله واقعیت است. برادر بعضی گفتیم که چارچوکات داخلی دروازه دکان باید جور کنن. اما تو چوبی باید باشه. چوبی باید باشه. قدیمی معلوم شه. قدیمی معلوم شه. بله. خوش شدیم از دیدن تو. تشکر برادر. جور آرام باشی سلامت. اما تو گفتم عزیزا که از سراسر
ولایات ما هموطنان عزیز ما میان برای عکس‌های یادگاری گرفتن و برای یگان جوانای ما که بیکار هستن و کاربار ندارن و یگان شوقی‌های فوتوگرافی اینجا برشان یک جای شده که منبع درآمد که میان اینجا عکس وطندارای ما رو میگیرن بیان که یک پرسان کنیم که چندی میگیرن، قیمت ها چطور است و کاربارشان میشه یا نه. سلام علیکم، اجازه خواست بیادرا. خوب هستی؟ جان جور بخیر، خوب هستی؟ فضل خداست. چی حال داری بیادر کت کاربار؟ سلامت باش. خوب میگذره. کاربار خودت تو مسلک ما و شما تقریبا یکیست. بله بله. قطعه چند عکس میگیری؟ نفر دیده 10 روپه 20 روپه. هر چی که نام مبارک چیست؟ عبدالقدوس غفاری است. غفاری صاحب عزیز، چقدر وقت میشه هر روز میباشی جا؟ زیاد وقت میشه که هستی؟ ما تقریبا دفتر شروع شده اینجا آمدیم. یک باشی در پارک شارنه و نو اونجا در سر کار آمده بود، وظیفه را گرفته بود دیگه. تقریبا 15 عکاس بودیم، کلاگی را بیرون کرد، مجبور شدیم اینجا آمدیم. سابق در شارنه بودیش؟ پارک شارنه بودیم ما. سر تپه وزیر اکبرخان چطور؟ نه اونجا ماشاءالله قضیات عکاس. حالا کاربار اینجا خوب است یا در شارنه؟ شارنه خوب بهتر بود. اگه آدم اگه می آمد حداقل یک دقیقه تا 15 دقیقه عکس میگرفت. اینجا دو تا سه تا زیاد نمیگیره. دیگه چیز نیست دیگه. یک مسجد هست، یک دو دونه عکس گرفتی بس هست. اونجا هر چیز از سرسبزی داره و مقبولی داره. دیوالای چوبی از سرسبزی خوب منظره داره شارنه. جور آرام باشی بده. چی خدمت بر ما؟ سلامت باشی. بخیر باشی. زنده باشی. خب دوستای عزیز، همه تو که گفتم وطندارای ما عکس هم میگیرن. دیگه جایی هست اینجا که نه برای بعضی هایی که کاربار ندارن یک منبع عایداتی هست. دیگه وطندارای ما که میان ما ازشان خواهش میکنم که حتما عکسی که میگیرین بر از اینا پول خوبتر بتین تا ای که کاربار از اینا هم شود. باشن که اینجا هموطنای ما مصروف عکس گرفتن هستن. امروز اینا هم صحبت. سلام علیکم. خیر صبح خیرت یاری. خیرت سندلان. از کدام ولایت آمدید؟ از ولایت هرات آمدیم. از قرای دور. از ولایت دور آمدم. بار چندم است که جا آمدی یا بار اول است؟ بار اول ماست. نام مبارک چیه؟ علی محمد. علی جان، چطور میبینی فضای کابل؟ در گذشته هم آمده بودی نام؟ نه فقط بار اول ماست بیامدم. اینجا خوب است یا ایران؟ اینجا هم خوبه. ایرات باز از زیباتره. بدتر است؟ زیباتره. میگه زیباتر است. نه زیباتره. نه نام خدا ایرات ما خود نام داره در مقبولی و در سرسبزی و دیگه پایش در آبادی. اون خیلی خوشگلتر از اینه. از کدام قسمت ایرات هستی؟ از ولایت ولسوالی انجیلیم، از ولایت ایرات. حالا ما خود تابال نرفتیم، خود یک پرسان کردیم که وطندارای ما میبینن و خوب بفهمن. ولایت ایرات انجیل است، ما ولسوالی انجیل. چی مصروفیت در اوجا چی کارو میکنی؟ اونجا بعضی ما سمت ایران میرم، بعضی ما اونجا کار دارم یکم. تجارت کرد در ایران؟ نه همین تو کارگری میریم. حالا امروز می دوست آمدی برای عکس گرفتن. خودت آمدی؟ خوب است لالا جان جور. بخیر خیریت. چی کردی عکس ها را گرفتی؟ والا عکس بگرفتی. نام خدا لهجه ایراتی دیگه همه یک لهجه شیرین از ما زیاد کار کنی. لهجه ایرانی ما هم که همسایه ما هستن بسیار خوب مقبول صحبت میکنن که به نظر از اونا دری ما بسیار خوبش است. مگم ما خیلی زبان ایرانی را ایراتی خیلی خوب زبان. شیرین زبان است. والا. نام خودت چیست؟ فهیم عزیزی. عزیزی جان، چی کردید؟ خودت هم یگان عکس یادگاری گرفتی یا نه؟ والا عکس بگرفتم. دفعه اول مونه که میامدیم با کابل اینجا. اولین بار است دیگه. چطور که در وقت نامدی؟ چند سال است؟ 20 هستم. الان در 20 سال چطور که یک چکر نامدی؟ هیچ برابر نشد؟ برابر نشد. دفعه به خاطر پاسپورت آمده. پاسپورت میگیری؟ او تعطیلی گفتم میام چکر بزنم. کابل تام پلان رفتن نداری؟ چیکار کنم؟ مجبور میشم. گال راه و چاقم سخت شده، مجبور پاسپورت داره. چی میکنی؟ میخوای ایران بری؟ والا بریم بیرون کار کنیم. اینجا کار نیست. اینجا نه والا. چی کار بلد هستی؟ اونجا کارخانه داخل کارخانه کار میکنه، پیم قوه درست میکنه. چی جور میکنی؟ پیم قوه، قالبای ساختمان. قالبای ساختمان نشد دیگه. اینجا کار میخوای ایران بری؟ دیگه. در حساب ساختمانی و این کارا در ایران فکر میکنم کار زیاد. زیاد، اونجا زیاد. اینجا زرنیه. جور آرام باشی بیادر. ما چی بگویم دیگه؟ هر جایی که خودت راحت هستی. جان
وایده سر لگ جمع وکړه. از کجا آمده؟ سلام برادر. خود تدگیر ما دادند. جوړي خوب است انشالله. خیر هستی نام مبارک چیست؟ هیچ نمیفهمم. نه پښتو ورته پروانه کې پښتو کې سره تو پښتو وای مشکل نه ده. جوړي شکر ده څنګه یې؟ خیر خیرت دی چیرته نه راغلی؟ کونړ نه کنار نه؟ او کنار نه کوم ځای نه بیا خو خودت قصه کو کاتم دیگه او چپی داره نه خوب هستی خدا؟ خوب است خو. نام مبارک اختیار گل اختیار گل. خودت از کجا آمدی؟ کندوز. برای کدام کار دیگه آمدی یا فقط به دیدن نه کابل؟ خالی چکر اومدیم. فقط کابل هم می‌ری؟ آره کابل. بار اول است آمدی یا دیگه وقت؟ زیاد وقت شده اومدیم اینجا تا کابل. زیاد وقت. همیشه از گذشته و تا بالا تغییراتی را که خودت در کابل احساس میکنی بر ما؟ الان چی ما پارسی خوب بلد نیستیم. خب پښتو بگو بر ما. فارسی را گپ او خا پښتو کې راته وای. څه دی ول ته اوس ما په پوی کوي. گفتم الان خوب است. خوب شده نه؟ آره الان خیلی خوب شده. الان خیلی خوب شده. این طالبا اومده کارش خوب شد. سابق اگر هر وقتی که سوشال میدیا و تلویزیونایی را میدیدی فقط از انفجار از چقدر نفر مرده و چقدر نفر زخمی شده میفهمیدی. مگم شکر خدا الحمدلله که امروز هر ساعتی که بخوای سوشال میدیا را ببینی یا چینل های تلویزیون را بخوای ببینی فقط از آبادی و زیبایی میشنی. اون الان خیلی خوب شده. الان خیلی خوب شده. دیگه امروز کی است؟ اون است. او فرار کردن. فقط آمده که یک عکسای یادگاری را بگیرید. اکثری بگیرم. جور آرام سلامت چیز خدمت است به ما. مقصد ما میمونتان کردم. سلامت باشی. براستی میگم. سلامت باشی. جور آرام باشی. خب دوستای عزیز گرچه مسئول هرچی که میگه که داخل میدان نداره که مکفترکا بیان و همین فضا مقبول شه که ما که جا باشن یک فضای مقبول و زیبا ایجاد میشه. مگم اینم تو که ما با گفت نشدیم که اومدیم در داخل از جای دانه از یا دیگه وطندارای ما هم نمیکنن همکاری همراه از بیادر ما که همی کفترکان کلش دو بالا در سر بامباشش ده بیان پایین و همون زیبایی و نامی را کمی منطقه داره که از کفترکا اضافهش کرده همون مقبولی برای و مردم ببینه عکس ها مگه میگرفتن از دور استاد چند بگیرن که مقبول بیه. شما بیاین دوستا یک چند تصویرم تو زیبا و مقبول از همین ساحه ببینین از بیر بار چند تصویر زیبا و مقبول ببینین در ادامه با شما. خب وطندارای عزیز تصویرها را خود دیدین که نام خدا امروز همین یک هوای باری است. همین یک هوایی است که ما را میبینین که همین تو بهاری بار کردیم و این هفته و نازنین هم قدر میفاره در این هفته بعضی وطندارای ما هم در سره که آینکاش شدن و هم هفته و میتن و هم جمع جوش و کفترکا را میبینن. اینجا خب همون قانون و رواجش از دیگه اینجا اگه بیایی اگه بخوای ببینی باید حداقل یک خدمت تام بکنی و به کفترکا دانه بدی. ما میخوایم از اینجا یک کم دانه بخریم بگیریم چند لحظه میشینیم و به کفترکا مندازیم گرچه انداختگی هم هست خب نمیفهمم که چرا نمیغن دیگه نه اینا کم کم کفترکا آمد ما مندازیم برشان که جلب توجه شوه و کلش پایین شوه باز وقت بسیار مقبول میه. خب لالا جان تو بگی یک کمک بر ما هم خوبتی از کدامش یا خوب میخورن که از امون ما هم بگیرم چیزی براتان جور میکنم که بخورم. صحیح
ای چند از قیمت ازی؟ 10 افغانی است لاله جان. سیز ما برنامه ختم شد پیسه تام میدم. مشکل سیز زنده باش. خب عزیزا این ما یک چیز فرمایشی دیگه برای کفترکا گرفتیم که بیادر ما بر ما بیخی فرمایشی جور کرد که بندازیم و کفترکا بیاین و بخورن. مگه یک طرف من آمد دانه رم که انداختیم. بیا 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 مگه پیش برم نترسن فرار نکنن. واقعا یک لذت خاص داره، یک آرامش داره که پرنده را دانه بدی. باز کفتر خو یکی از پرنده‌ای است که یک وقتی از کابل قدیم که یاد میکنن مردم های قدیم که ما شنیدیم این رقم در گذشته کفتر و کفتربازی در کابل بسیار رواج بود و باز یگان فیلم هایی را که ما دیدیم از همون فیلم های سابق که اگر میخواستن که به همون معشوقه خود نامه بفرستن و خود تلفن چیزا نبود، فقط در بال کفتر یا در پای کفتر نامه خود بسته میکردن و میرفت بر نامزادشان یا بر چیشان اما اوالی را کار داشتن میرساندن. یکی همراه با اینمی کفترکا و دیگه همراه بودی پران. باش که این تو بگیریم که میای کدامش بخوره یا نه. و علیکم سلام. خوب است خبر جان؟ مرا بوس. اوه بیا خیلی طرف استاد شد. بیا کال کفترکام نترسن نپرن. خوب هستی؟ خوبه. چی میکنی جا؟ چی میکنی جا؟ همه چیز همه جا آمده. کتی کی آمدی؟ کت پدرو. کتی پدرت تو پخته پخته گپ میزنی. کدام از پدرت؟ پدرم. اینجا هر وقت می؟ این کفترکا رو میبینی با مثال همیا می؟ خوشت خمیه؟ این دندان تا چی شده؟ ها؟ خانه مامانشان رفتیم کنده کتتار. خب کندش؟ هفتم خودش هفتیده باز افگار نشدی که کندش؟ حالا عکس گرفتی که دی کفترکا یا نه؟ بیگه از دانه تام بنداز برشن تو یک دانه نه دیگه صحیح مشت بزن پر تو پیش و نامه که چیز خوره کن؟ سوده. چی؟ سوده. سوده سوده. سوره سوره چه خوب نام مقبول. کی مانده نام سرت؟ مادرم. مادرت مانده. خوب نام مقبول است. مکتب میری؟ و علیکم سلام. بیاین کنه تفلکا. چرا نمیری؟ خوال کنن میره. خب ای تو خورک شستی؟ آه. نامک تو چی؟ صدره. ستره؟ نام تو ستره نام ازی سوره؟ آه. چون نام های مقبول بیادرک تانه نارده نام ازو چی؟ امران حدیث. امران حدیث. تو خب مکتب میری؟ آه. صنف چند است؟ صنف سه. نام خدا چند سال هستی که صنف سه است؟ اشت شدیم. از 5 سالگی رفته بودی؟ آه. حالا کت پدرت آمدی برای عکس گرفتن؟ نه دیگه نامدیم بخاطر که باز یکم کارا داریم، پدرم کار داره به خاطر ما اینجا آمدیم. بازار آمدی دیگه؟ آه. باز گفتی بیا که یک چند دقیقه کبوترها را هم دیدن شد. آه. خوشاینده است؟ آه خوبه. این خوارک خورده تا؟ آه. یگان وقلتش نمیکنی؟ نه خوب نیست اونو خورترکه. از این هم که یک خورترک داری؟ بیادره که ما اونو خورترکه بیخی خورده؟ آه. تو یار حفظ مراقبت میکنی ازشان نگاهشان میکنی یا یگان خوارک هایی که ما دو تا خوارزاده دارم که این خوار خورده خدا گیر کرد دیگه مویاش میکنه؟
اون تو مهم است. تو میکنی میشه من نمیکنم. چیز از جدرک میای از یار میکنه یا میای از یا ساتیری میکنن چیز. جنگ خو نمیکنم. نه میکنن دیگه خانه. جنگ مقصد نکنی خب. تو کلانشان هستی. تو دیگه باید مراقبت کنی یار نمانی جنگ کنن. درس خواندی تو یارا باید درس یاد بدی صحیح؟ چیزی گفتنی به ما داری؟ نه. مدرسه میری؟ خوب میکنی چی میخوانی؟ الف با تحویل. همه قرار یاد گرفتی؟ دیگه چیزی یاد نگرفتی؟ جیم یاد گرفته دیگه یاد نه. کدام شعر چیزی بر ما نداری بخوانی ترانه شعر مکتب یعنی این وقتا بخیر نزدیک است مکتبتان هم بخیر شروع میشه بگی خیم ترانه رو که یاد داری بخوانی بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن اینجا پولیس استاد شد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم الف نقط ندارد دلم طاقت ندارد کاش که بچه میبودم شیر کوچه میبودم آره که دختر هستم شادخت خانه هستم حال دیگه شادخت هستی تو میخونی بخوان تو الف ندارم دلم ندارم شیر کوچه بودم ترسم خانه هستم شیر کوچه بودم میگه دختر خانه هستم تو دیگه ملکه خانه هستی صحیح است اگه بچه میبودی در خانه بیرون میبرامدی دستای یخ میزد سرت کار میکردن دختر کس هم تو شاده خواره میباشه در میرفتیم خانه ما دو خانه ما خانه تان کجاست؟ چاکار است چاکار است پخته گفت میزنی حالا این از چی آمده؟ از آمدیم کار چیز دیگه خانه خاله می آمدیم در چارکار در کجای چارکار از خانه؟ در افغانستان هستیم دیگه خود افغانستان در چارکار هستن میری باز میایی خانه خب برو باز مر وقت که شد میم خانه تان صحیح ایسو میری میگه می خانه ما دیگه اخترانه نداری نه اما قبول دمی 8 سال صنف 3 گفتی 3 سال میری یاد گرفتی نه قدیگه تنانه بر ما نمیته درس یادت رفته فعلا چیز دیگه میگی به ما بری خوارک بری بخیر باشی مرا تو هم یک بوس میتی برو بچه بخیر باشی چه شد گلا تو یا نه کفترکا ما قصه را شروع کردیم رفتن دیگه نمیاره بر از میام مندازم کمیشه بخورن من نگاردم خیر بینی خب عزیزو همینجا کاکای ما 6 هفته و میتخده قصه کنیم خب سلام علیکم خوب خستی؟ وقتت خوبه جان جور که فضل خدا بخیر باش بدر از اون وقتی که آمدم که خودت میبینیم دمی هفته وقت خود هفته و میتی تا میاد بخیر باش چطور کنیم کار بکاری است بر کار برآمدی خودت بر کار ما رو هم قرارش چی کنیم اینجا کار میباشه اینجا چی کار باید باشه من تا پیدا شد دگم خیرات نرات بخش ما بده عروسی کردی بچگکایت کجاست داری نداری یک دو بچه دارم 5 دختر فضل خدا بچه کار نمیکنن بچه کار میکنه کار است باز با چیز جور نمیشه خودت میبری خانه کرایی است از خودت خانه کرایی است کجا از خانه نجوی شیره نجوی شیره چقدر وقت میشه خودت همیشه میایی دیگه برای می کاره بار پیدا شد خوب نشد یگان تا کمکت میکنه یگان کمک میکنه پیسه دادن میاره میری خونه پس چند نفر هستین در خانه خانه 11 نفر 11 نفر اگه کار شد نشد هم طبیعت دیگه میشه هم هفته خو میگه با خدا باز روز کلش نخواه میکنه کلش نخواه میکنه چی بکنیم ولی چطور کنه کاری است که مردم بسیار غریب بیچاره شده کارمار نیست ولی بچه چی کار میکنه که کت یکیش تایر موترم چیزا هوا میده چی خیلی میکنه داوی هوا داره بیا خیر باشه پدر جان خیر باشه پیسه یک 10 دانه نانی را که خودت هر روز پیدا میکنی او را خودت مام دادم این بچه تا بخیر باشه تمام او را من میتونم اگه بتونم میری خانه یا میباشی میرم خونه چو میگیرم 10 دانه نان خو میبرای پیسه دادن میاره دیگه چیزای تا بازو بچه پورا میکنه بچه پورا میکنه برو 13 دانه نان سر من صحیح من هستم اینجا برنامه خلاص حتما میتونم نه صحیح موتر از پیش می‌ری بخیر بخیر باش خب دوستای عزیز اگر مثلا شما میخواستین دست یاری بتین و کمک کنین من حتما در این راه همراهتان صحیح میشم و بدون کدام امتیاز و بدون کدام کمیشن حتما همکاری میکنم و این قسم هموطنای ما را
من زیاد میشناسم و زیاد دارم، شمارهشان دارم. اگر میخواستین کمک کنین در پایین اسکرین هایتان شاید شماره بیاید، اگر نامد در بخش دسکریپشن حتما شماره هست، میشه تماس بگیرین. کمکی داشتین، صدقه داشتین، من به تو آدمایی که مستحق واقعی هستن میرسانم. دیگه این بود برنامه ما از شاد شمشیره و از جمع جوش و بیروبار وطنای ما که از ولایات مختلف به شاد شمشیره به خاطر هم عکس گرفتن و بعضی کارهای دیگه که دارن، مثل که همه وطندارای ما گفتن که یکی به خاطر پاسپورت گرفتن میه و 100 کار بار دیگه است، یکی به خاطر تماشا و تفریح میه. دیگه خواستیم از این بیروبار و جمع جوش و زیبایی های این منطقه به شما تصویرهای داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. دیگه این بود برنامه ما، خدا کنه که دیده باشین، مورد علاقه و پسندتان قرار گرفته باشه و یاد و خاطرات گذشته تان تازه شده باشه. کسایی که خاطره زیاد دارن از اینجا تازه شده باشه. دیگه این بود برنامه ما. حتما در بخش کامنت ها منتظر نظریات و انتقاداتتان هستم، پیشنهاداتتان هستم. اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین، حمایتاتتان می داشته باشیم. از تک تکتان بابت حمایتایی که تا فعلا هم کردین سپاسگزاری میکنم. تا برنامه بعد، تا گزارش بعدی که دوباره در خدمتتان قرار میگیرم. الله حافظ و ناصرت.